سلام بیننده های ارجمند. عید قربان از جمله ارزش های مقدس مردم مسلمان به حساب رفته آدمان را به کارهای خیر و سخاوت و نیکوکاری هدایت می نماید. همکنون با قرار شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان عید قربان سنه 31 ایول سال روان برگزار می گردد. وابسته به این علما صحبت داریم با استاد سید مکرم عبدالقادر زاده، رئیس شورای علمای مرکز اسلامی و عبدالعلیم نورسوف، سردار شعبه دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم شهر دوشنبه. خوش آمدید. خب همانطوری که میدانیم یکی از عملهایی که در عید قربان مردم انجام میدهد اینم باشد ذبح چاروا یعنی قربانی است. خب در آغاز میخواستم وابسته همین به تاریخ قربانی و حکمت قربانی کمی معلومات میدادید. به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. خداوند عزوجل ابراهیم علیه السلام رو خیلی امتحان دشوار و مشکل روبرو کرد. ابراهیم علیه السلام چند بار در خواب دید که باید فرزند خود رو قربانی کند. بار اول وقتی که خواب میدید آشکار نکرد، آشکار نکردن، نگفتند به هیچ کسی، نه به فرزند نه به دیگر. خب بار دوم وقتی که باز خواب میبینند که باید فرزند قربانی کنند و پریشان شدند و از فرزند با فرزند مصلحت کردند. با وجود اینکه حالا ببینیم اینجا صمیمیتی پدر با فرزند و مهر و شفقتی پدر به فرزند و احترام فرزند به پدر. وقتی که به فرزند این خوبی دیده که خوب پیامبران این وحی هست نقل کردن، حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند با جان و دل قبول کردند. اسماعیل علیه السلام می دانستند که هیچ کاری که از طرف خداوند باشد اون به حکمت و به منفعت و به ضرر اسماعیل و به ضرر ابراهیم نیست. بله. در نتیجه راضی شدند و گفتند که من راضی هستم، هر چی که خداوند عزوجل فرموده است پدر بجا بیار. چرا که بجا آوردن امر پروردگار هم برای شما و هم برای من سعادت است. اسماعیل علیه السلام رو به یعنی ذبحگاه بگیم یا که دور از چشم مادر و نزدیکان به خاطر قربانی بردند. یا حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند خود را برای قربانی کردن اون خنجر را هم کشیدند. بله. اما خنجر نمیبرید. اینجا حکمتی بود. مهم اساس در اینجا ابراهیم علیه السلام در این امتحان کامیاب شدند و خداوند عزوجل از جنت گوسفندی رو آوردن بر نزدی ابراهیم علیه السلام. حالا گفتند که تمام ابراهیم یعنی ابراهیم خلیل الله میگوییم. بله. یعنی دوستی پروردگار با این امتحانات وزنین این مقام رو دوستی با پروردگار رو ابراهیم علیه السلام به دست آوردند. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور گردید با خطاب ربانی که فرزندی که با اون دلبستگی پیدا کرده است و این فرزند زنجیری وابستگی به پای پدر گذاشته است، اون رو در مقابل ذات اقدس الهی و حضرت دوست باید قربان کند. این دو معنای اساسی داشت. یکی فداکاری حضرت ابراهیم در مقابل پروردگار که نظر خودش بود که اگر فرزند به ما عطا کنید در راه خدا قربانی میکنم. دیگه که ای بنی بشر بدانید و آگاه باشید که قربانی انسان از جانب انسان هیچ وقت مقبول نبود و هیچ وقت در نزد پروردگار قبول نیست. با جای این قربانی شما چاروای را قربانی کنید که منفعت اون از جانب دارندگان و طبقه پس این جامعه که نیازمند هستند به این هم خدا خوشحال میشود، هم طبقه انسانیت که در معرض قربانی قرار داشت اکنون از منفعتی از گوشت و پوست و از مال و از دیگر مثلا از بهره‌مندی انسان، از توانمندی دیگر برادران که هم نوع انسان خودش هستند بهره‌مند میشوند و دست از قربانی انسان برمیدارند. حکم قربانی در مذهب امام اعظم چگونه است و قربانی کردن بیشتر برای کیها واجب است؟ موافق مذهب امام ابو حنیفه برای انسان‌های ثروتمند یعنی دارنده صاحب نصاب زکات که نصاب زکات 21000 سومانی هست، یعنی برای این گونه انسان ها واجب است که قربانی انجام بدهند با اختلاف مذاهب دیگر. حالا قربانی هم
یعنی می شود که یک انسان یک بوزی رو که حداقل 1 سال باشد، لاغر و عیبی نداشته باشد، یا یک گوسفند برای یک انسان، و می شود که 7 نفر شریک شوند یک گاوی رو که حداقل 2 سال باشد، 2 ساله حداقل پایان، و یا اینکه شتری رو که حداقل 5 ساله باشد. در گاو و شتر می توانند 7 نفر، خب حدی اکثر، از این زیاد ممکن نیست، شریک شوند و قربانی کنند. اما می شود که 2 نفر هم یک شتر یا که یک گاو رو خریداری کنند. اما یکی از شرط‌های شریکی این است که باید تخمینی تقسیم نشود، باید که عمیق دقیق، باید این گوشت تقسیم شود بین 2 شریک یا بین 5 شریک یا بین 7 شریک که در این قربانی شریک میشوند. آخرش 7 است. آخران 7 است. و در گاو و در شتر. اما در گوسفند و در بز یعنی 1 نفر است، شریکی ممکن نیست. خب حالا بسیاری هم سوال میدهند که باید یعنی این حیوان ها نر باشد یا ماده باشد، این فرق نمیکند، کدامش که باشد میشود درست است. و گذشته از همه این شرافت و کرامت و اجر و پاداش، خداوند عزوجل به عدد قطره خون اون قربانی، به عدد پشمایی که اون حیوان دارد، خداوند عزوجل برای و صاحب انسانی که قربانی میکند این رو چیز برایش اجر و پاداش میدهد. حالا قربانی رو کرد، باید قربانی رو چیکار کند؟ خب اون رو به 3 قسمت تقسیم کند میگویند. یک قسمتش رو به نیازمندا و معیوب و یتیم و بیچاره و بینوا خمتلاش تقسیم کند. یک قسمت دیگرش رو همچون گوشت مبارک در خانه با اهل و خانوادهش استفاده کند. یک قسمتش رو. یک قسمت دیگرش رو همچون ضیافت، خب پدر و برادر و فعلا که در این روزی ما و شما که خیلی محدود است، جمع شوی و جمع شوی زیاد هم خطر دارد، باید محدود باشد. خب در همین محدودیت یعنی ضیافت تقدیم کند با انسانایی که گرد اطرافی که میآید. در همین زمینه چنان که استاد گفتند، همین 4 حیوانی که در قرآن آمده است، در تعلیمات شریعت آمده است که باید قربانی شود، از این دایره بیرون شد دیگر قربانی نمیشه. مثلا عادت مردم این است که ما مثلا 100 دانه تخم قربانی دادیم یا 20 دانه و 50 دانه مرغ قربانی دادیم، هزارها تخم مرغ قربانی نمیشود. یا این قدر اون قدر شیر تقسیم کردیم یا به نیت قربانی صدقه کردیم، صدقه در جاش میماند اما قربانی نمیشود. قربانی فقط در همین 4 حیوان است. این اظهار شکر برای کسی است که خدا او را داده است. چون که استاد گفتن که مال کسی به نصاب میرسد. فرق نصاب قربانی در زمان قربانی از نصاب زکات در همین است که نصاب زکات باید 1 سال نمو کند. اما نصابی که در زمان قربانی کسی که مثلا امشب و روز 20,000 تومان دارد، شرط نیست که مثلا نصابی 1 سال کامل انتظار شود. اون در مذهب ما برای چنین شخص حتمی است که باید یک چاروائی را در علیحدگی یا در شریکی قربانی کند. یعنی از عبادت مالی در مقابل شکر اون نعمتی که پروردگار براش مال داده است باید کم نیاید. انسان با قربانی کردن مشمول رحمت پروردگار میگردد، رازگی پروردگار را به دست میارد. پس رازگی پروردگار از نیت انسان وابستگی دارد که مالش باید از کسب حلال باشد، از مثلا دزدی و راه نادرست و راه منفی نباشد و در راه حلال باشد. خب استاد شما در اینجا گفتین که قربانی برای کسانی هست که الکی به قول صاحب زکات هستند یا که ثروتمند هستند. رفتن اون شخصانی که مثلا صاحب زکات اول با اون قدر مبلغ دارن که زندگی خوب و خوش میگذرونن ولی قربانی نکردن، از نگاه شریعت چی پیامدی داره برای اونها؟ مثلا چی حکمی داره؟ در همین صورت اگر قربانی نکند عاصی می شود، ترک واجب می شود، عاصی می شود، گناهکار می شود، به خاطری که شکرانه دارندگی و ثروتمندی رو به جا نآورد. این مسئله اول. مسئله دوم، اونی که دارد اما مال به نصاب نمی رسد، امکانیت دارد اما مالش به نصاب نمی رسد، در اینجا این مخیر است، اختیار دارد که قربانی کند یا نکند. اگر قربانی میکند براش همچون قربانی قبول می شود چون که امکانیت دارد،
ثواب قربانی رو میگیرد. بله. اگر نکند عاصی نمی شود. فرقش همین است. ولو ثروتمند اگر نکند عاصی می شود، گناهگار می شود. یعنی شاید یا انیق، وقتی که عاصی می شود، انیق که ببرکتی در ملک و در دارندگی و در ثروت و در زندگیش می آید، ببرکتی و ناکامی ها می آید. اما برای انسانی که شرایط دارد و مالش به نصاب نرسیده است، قربانی کرد اجر و پاداش میگیرد. مادامی که حیوانایی که برای قربانی است قربانی میکند اجر و پاداش میگیرد. اجر و پاداش قربانی میگیرد. اما اگر نکرد این به برکتی و براش نمی آید. فرق در همین است. در همین زمینه علاوه کنم که مثلا برخلاف صدقه فطر است حالت قربانی. مثلا پدر اگر از فرزندا از حق فرزندا صدقه فطر داد قبول می شود. در قربانی شخص دارنده میتواند که زنش هم دارنده باشد، میتواند فرزندش هم دارنده باشد، مالش به نصاب میرسد. هم برای خودش حتمی است قربانی کردن، هم برای زنش حتمی است. زن از نام خودش میکند و فرزند از نام خودش میکند. اگر رفت فراموش کرد، یعنی قصدن ترک نکرد، چون استاد گفتن اگر کسی دارنده است و قصدن قربانی نکرد، یعنی نیت تقرب به پروردگار، شکر مال دارندگیش به جا نآورد و قصدن ترک کرد، گناهگار میشد. اگر مثلا کسی میگه که من سالهای طولانی همین را نمیدانستم و یک چند سال است که من دارنده هستم ولی که هیچ سال قربانی نکردم، همه سالهای دارندگیش باید پولش صدقه کنه. اگر توان داشته باشد با کمبیزاتان، نادارا و درماندگان باید، یا که با یتیم خانه ها و جای کسی که واقعا نیازمند هستند با اونا باید تقدیم کند. فقط نقطه همین است که کسی که فراموش کرد دیگر قربانی نمیکند. مبلغ قربانی را به درماندگان و نیازمندان تقدیم باید کند. اما در همین حالت همون پاداش قربانی را میگیرد، ثوابی که در روز عید ثواب میگیرد، ثواب قربانی نمیگیرد، چون که نسیان کرده است. برای فراموش کردنش پیش پروردگار فراموشی جبران میکند، ولی از اون ثواب برخوردار ثواب نیست. صدقه را میگیرد. یک مسئله دیگر اینجا هست. من نفر سوال کرد که پدرم خیلی کمزاد بودن. خب تو زمانی که پدرمون بودن زندگی خیلی سخت داشتیم. حالا ما و برادرها صاحب کاری داریم و خیلی شرایط امکانیتی خوب داریم. حالا میشد به نام پدر مرحومم یعنی قربانی کنم، به خاطری که پدرم خیلی زندگی سخت و مشقت و وزنینی ها داشت. ما یک جای چنین بودیم. حالا امکانیت شده است ما میتوانیم قربانی از نام پدر مرحوممون کنیم. درست است. موافق شریعت برای انسانای گذشته هم به نام همونا قربانی رو، یعنی قربانی به خاطر خداوند است خالصا لله تعالی، به نام فلانی گفته قربانی که در همون وقت قربانی کرده می شود، یعنی درست است. حتمی ثوابش میرسد. حتمی اون پدر مرحوم یا مادر مرحوم یا گذشته مرحوم از همین قربانی که این میکند ثوابش بهره‌مند و روحش از این فرزند یا از این باقی موندهش خشونت و خوشحال میشه. در هر یک عمل، در هر یک کار یک ترتیب معین، یک قاعده است. خب باید کدام عملها در وقت قربانی اجرا گردد؟ حتمی در وقت ذبح حیوانی که قربانی میکند باید بسم الله الله اکبر بگوید و نام انسانی که براش قربانی می شود. اگر خود انسان میتواند از نام خودش میگوید پروردگار این قربانی من هست، بسم الله الله اکبر به درگاهت قبول بفرما، یعنی خود اگر قربانی میکند مشکلی نیست. اما انسانی دیگری که خب دیگر هم قابلیتی ذبح ندارد، یعنی نمیتواند، خب حتمی باید که اون ذبح کننده همون ذبح رو که میکند، قربانی رو میکند، خداوندو بسم الله الله اکبر این قربانی از نام فلانی، از نام فلانی در وقت ذبح نامی همون خب حیات است. حالا گفتیم برای گذشتگان هم میشود که قربانی کرد. خب گذشتگی باشد، خب زنده هست، از نام فلانی این قربانی خداوندو به درگاهت قبول بفرما. خب دیگر شرطایی که هست، خب رو به قبله، این رو همه قصابا بگیم یا اینکه اینا همه میدونن که باید قربانی یا که ذبح چگونه شود، این شرطا رو همه میدونن. و یکی از شرطایی که قربانی میشود در روزهای معمولی که نماز عید قربان هست، بعد از نماز عید باید قربانی شود. بله، شرط اساسی که قربانی، شرط اساسی که قربانی می شود باید که بعد از نماز عید قربانی شود. سوال بودن که حالا مهمان بر وقتتر میاد، من قربانی ام رو از بگاهی عید یا اینکه پیش از نماز عید، ساعتی فرض کردیم نماز عید اگر ساعتی 5 باشد یا 5:30 باشد، من نماز ساعتی 3 قربانی ام میکنم تا اینکه خوراک آماده باشد
و دیگر. در این صورت یعنی وقتی که پیش از نماز عید قربانی میکنند این قربانی نمیشود، قربانی قبول نمیشود. در دولت‌های پیشرفته دنیا بخصوص در انگلیس عادتی بود که یعنی گاوهای بسیار از حد عظیم جثه را با برق میکشتند. بعد از اون باز عادت شد که با تیر کشتن، یعنی پیشانیش میپران، از پیشانیش میپراندن. بعد از اون با ضربه. در هر دو صورت هم در همه صورت ها اینا سنجیدن که لذت گوشت تغییر می‌یابد. حتی بعد از اون که با ضربه برق یا با پراندن گاوها را کشتن، یک نمود بیماری بعد از استعمال گوشت در مردم پیدا شد که اون را نام دادن the cow madness، جنون گاوی. خودی علما خلاصه برآوردن که نتیجهش همین است. اون طریقه ذبح از بین رفت، با برق کشتن از بین رفت، با ضرب کشتن از بین رفت و خلاصه اومدن که جهان اسلام با آموزن که فرهنگ ذبح چگونه است. و حاضر کوشش میکنه که در تمام همون چی بگن همون تجهیزات استناکایی که چاروا را میکشن به ضربه، به برق، به پراندن باید از مک بزنن. این کارش تجهیزات میکنن، استناک میکنن. امروز فرهنگ اسلام رو ببینید که بیش از تقریبا 1442 سال پیش گفت که بسم الله الله اکبر با آواز بلند گفته شود که چاروا باید بشنود که لذت گوشتش تغییر مییابد. امروز بعضی از قصابای ما متاسفانه آداب ذبح را رعایت نمیکنند. شکستن مک چاروا پیش از زدن شارک ها ممکن نیست. اول شارک ها از دو طرف زده شود، باید خون با تمام موج بیرون انداخته شود و بعد از اون شکستن مک. اگر رفت ذبح کننده بخصوص قصاب یا که کسی که مهارت کشتن دارد اگر مک رو پیش از رگ های شارک ها زند، پیش پروردگار عاصی و گناهکار است. اگر چاروا را سیراب نکرد گناهکار است. اگر چاروا را گرسنه گذاشت گناهکار است. این بسیار آدابی است که در خصوصی مثلا آداب قربانی و سنت قربانی در خصوص قربانی کننده است. اون باید بداند. در خصوصی مثلا خریدار است، این باید بداند رعایت کند. بخصوص در آداب ذبح کننده است که نه هر کس میتواند که ذبح کند و کار در مقابل چاروای دیگر تیز کردن این خلاف سنت است و چاروای را در مقابل چاروای دیگر ذبح کردن خلاف سنت است و با تازگی رعایت نکردن خلاف سنت است. امروز با زحمت و تلاش مثلا محترم شهرداری ذبحگاه ها تشکیل کرده شده است که در اون ذبحگاه ها با رعایت تمام قاعده های سانیتری باید برآورده مانده شود. یعنی یک جمله سنت و آداب هایی هست که در خصوص قربانی کننده به هر گونه آدم تعلق دارد. مسئله گفتید که قربانی رو باید که بعد نماز عید بخورید. درست است که امشب و روز که به سبب بیماری کرونا ویروس مثلا نماز و علاقه مسجد ها بسته است، از جمله در دیگر کشورها هم همین گونه حال است. خب در صورتی که اگر رفت و نماز نیست، پس مردم چگونه میتوانند که قربانی های خود رو در این روز یعنی که قربانی کنند؟ حالا که ما این وبا رو داریم، بله، و این محدودیت رو داریم، فتواهای معتبر مذهب امام ابو حنیفه میگویند که در حالتهای فوق العاده که نماز عید خوانده نمیشد، افضل و بهتر است که بعد از زوال، یعنی بعد از زوال یعنی اولی وقتی نمازی چیز پیشین. حالا نمازی پیشین ساعتی 15 تا کم یا فعلا از 15 یا 20 تا کم 12 شروع می شود تا ساعتی خب 4 نمازی پیشین، یعنی بعد از قیام، یعنی وقتی بعد زوال، یعنی نمازی اگر قربانی انجام داده شود این مسئله افضلیت برتر است، یعنی ثوابش زیادتر است. اما در همین حالتهای فوق العاده حالا که عمیق میدونیم که نماز نیست، درست است، نماز نیست، می شود که بعدی ساعت 6 یا که ساعت 6 و 15 6 و 20 یعنی صبح آغازی قربانی، وقتی آغازی قربانی است که قربانیشان رو انجام بدهند. خب اگر رفت و امسال نیز در روز عید قربان نمازگذاری نشد در مسجد ها، منظورم خب میتوانند مثلا مردم در که یک خود در بین عائله، در بین مثلا خانواده خود، در بین 3-4 نفر نماز عید را برگزار کنند؟ موافق مذهب امام ابو حنیفه یعنی نماز عید، نماز جمعه با اجازت سلطان در مسجد، یعنی اجازت امیر یا که بگیم که به اصطلاح حاضر پرزیدنت، حاکم دولت، رهبر دولت در مسجد با جماعت یعنی خوانده می شود. برای همین عامه مردم باید در وقت نماز عید، چطور که در نماز عید رمضان هم چنین گذرانیده بدیم، یعنی در وقت نماز عید با تلاوت قرآن، با دعا و نیایش و مناجات و نجوا، صلوات و درود
و تلاوت قرآن و دعا مشغول شوند. ان شاء الله امید است که ثواب نماز عید رو به دست بیاریم. امروز بعضی وقت چون در عید گذشته بود بعضی فتواها می شود که مثلا باید ادا کردن نماز عید ادا کرده شود، اگر رمضان با عید باشد چیکار می شود، اگر اضحی به عید باشد چیکار می شود. امروز همه چیکار می شود بود از قرآن پرسیم. قرآن عظیم شان میگه اسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. از کارشناس و متخصص عالم بپرس اگر ندانید. این قرآن گفته است. امروز عالم، شاعر، نویسنده، فیلسوف متخصص نیست. متخصص طبیب است. وقتی طبیب از بانگ خطر از پاندمی ازد، قرآن میگه همین گوش کن. تا جان شما 1000 بار بهتر است، بالاتر است، مقدمتر است، با ارزشتر است از کعبه حتی. بله. پس امروز که مثلا که در خانه ها نماز عید خوانید، این یگام اساسی فتوای علمی ندارد که معتمد باشد. نه در قرآن است، نه در سنت است، نه در مذهب است. در ماه شریف رمضان برای قرار شورای علما در این زمینه به تصویب رسید که عیدگردک یعنی معمول از بین مردم ما برگزار نمی شود، ولی به هر صورت باز دیدیم که مثلا باز در بازارها همون گونه خریداری بود، همون گونه مثلا مردم ضیافت ها کردن، بعضی ها در خانه هاشون. خب مثلا باز هم عیدگردک خانه به خانه مردم گشتن و دعا و فاتحه کردن. خب امسال در اساس قراری که به تصویب رسید قرار شورای علما عیدگردک می شود، اگر شود پس چگونه برگزار می شود؟ این عیدگردک ما و شما میگیم که در عرف و عنعنه مردم ما هست. بله. خب این در حالتهای معمولی خب از حکمت ها هم خالی نیست، یا زیر جرأتی هم دیگر، یا کسی رو احوال پرسی، یا کسی رو تهنیت تبریک گفتن، این از منفعت خالی نیست. اما در حالتی که ما در خطر هستیم، اسلام همیشه میگوید که از خطر حذر کنید. حالا نشود به خاطر چند نفر یک بیماری چند خانه بدراید، خدای نکرده یک بیماری چند خانه برود. منظور بیماری سیرایتی کرونا ویروس عیناً همین در نظر است. یعنی بیماری سیرایتی کرونا ویروس، یعنی این بیمار چند خانه داخل شود و سلام و صحبت و آغوشگیری و دیگری کند. حالا تصور کنید که چقدر این بیماری رو پهن میکند به چند اویله، بعد اون اویله به پرگی یعنی مبتلا میشن به این بلایی، به این وبای خطرناک. چقدر معصیت گناه دارد. حالا بگیم که اون نمیدونست. خب نمیدونست، وزارت تندرستی آگاه کرده بود که شما جمع نشوید. خب شورای علما هم در نتیجه این بانگ خطری وزارت تندرستی قرار شورای علما آمد که عیدگردک نکنید. حالا مدامی که انسانی که مقابل این رفتار میکند عاصی و گناهکار میشود. خب بیمار باشد خود نباشد. پروردگار با ختم ربانی میفرماید که و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پروردگار را اطاعت کنید، رسول را اطاعت کنید و اولی الامر سلطان و راهبر علمای خود را اطاعت کنید. و امروز با در نظر تقاضای زمان همین است که چون زمان پاندمی است، هر توصیه‌ای که از جانب وزارت تندرستی داده می شود، از قراری که از جانب شورای علما یا کمیته دین در خصوص مراسم و آیین‌های دینی گرفته می شود، اطاعتش به قرآن فرض است. حتی جنازه ها باید با فاصله اجتماعی ادا کرده شوند. جنازه ناگزیر است، نارفتن نمی شود و مردم باید به خصوص به مسئولین اتحادیه دینی بسیار سخت ربط دارد این موضوع که پیوسته باید تاکید کند که جنازه ها با فاصله اجتماعی ادا کرده شوند. مادام که امروز پروردگار با اراده خاص خودش درهای مسجد را بسته است، دیگر جای بهتان و جای غرضگویی و جای هنگام‌جویی نیست. در مورد مثلا دعا و نیایش گفتیم که در روز عید قربان بعضی‌ها مثلا به خانه نفرانی میروند که مثلا به تازگی فوت کردن. خب میتوانند که از همون خانه‌های خود در حق اون گذشته‌ها دعا و فاتحه کنند. واقعا هم اگر واقعیت بگوییم، وقتی که بالای انسان مصیبت میآید، یک وزنینی میآید، حتمی یک چند نفر لازم است که اون رو دلبرداری کند یا اینکه فکری اون رو پریشان کند، از همون وزنینی و مصیبت بیرون کند، دور بسازد. برای همین یعنی یکی از واجبات مؤمن این است که در خشنودی برادرت تبریک تهنیت بگو و در مصیبتش تسلیت. یعنی با رعایت اون فاصله، یعنی اون مصیبت دو رو هم تنها گذاشتن خودش مصیبت است. زیادی بعد جمع نشدن حتمی این واجبات است. باید که زیاد جمع نشویم و نزدیک زیچ هم نباشیم، اما از فاصله یک تسلیت گفتن و همدردی، اظهار همدردی، دلبرداری خوب است. همینجا میخواستم تاکید کنم که مثلا
قرار ستاد جمهوری اوید و پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس و دیگر ساختارها و توصیه‌هاشون منع نشده است. این چیز فقط روی فاصله اجتماعی است که مثلا یک طایفه مردم رفتن دعا کردن برآمدن دیگرش رو حتی در جنازه هم باید فاصله رعایت کنند. یا در عید مثلا خانه پدر مادر نرفتن یا پدر خانه فرزند نرفتن، همین گپا نیست. فقط رعایت برای پیشگیری است که به بیماری صورتی گرفتار نشود. برخی شهروندان پیش از عید قربان یعنی یک روزه می‌دارند. خب در همین منظور می‌خواستم حکمت اساسی همین روزه داری و تا کدام اندازه اجر و ثواب دارد. 9 روز اول این ماه ذوالحجه رو روزه گرفتن یکی از سنت‌های پیغمبر علیه السلام و روزهای مقدس و بزرگی است که اجر و پاداشی به نهایت زیاد دارد. خصوصا روزی عرفه که روزی پنجشنبه هفته آینده روزی پنجشنبه روزی عرفه است. این روز رو روزه گرفتن پیغمبر علیه السلام میگوید که یک ساله گناهی گذشته و یک ساله گناهی آینده انسان رو خداوند عزوجل به سبب روزه گرفتن روزی عرفه می‌آمرزد. تشکر. خب شما ببینید در اینجا ما صحبت کردیم در مورد مثلا عید و عیدگردک، در مورد نماز عید قربان، ذبح قربانی و بعد دیگر عمل‌هایی که در روز عید انجام میشد. آیا همه همین رو ما میتوانیم بگیم که فضیلت عید قربان است؟ حالا که از فضیلت‌های برکت‌های عید قربان این است که صاحب کارا خصوصا سوء استفاده نکنند. بله. فرض کردیم یکی از فضیلت عید قربان این است یک داغ روز هم است. نرخ رو نبردارند. یعنی رحم کنند به دیگران. اساس سعادت انسان همین رحم کردن است. انسانی که رحم میکند خداوند رحمان به اون رحم میکند. انسانی که از هر فرصت سوی استفاده میکند بی‌رحمی میکند برای اون هیچ رحمی نیست. میبینید که چقدر ناکامی هایی در این زندگی در دنیا در کسب و کار و تجارت و صاحبکاری و دیگرش میآید. باری بعد فکر نمیکند که من چی بی‌رحمی کرده بودم که به این ناکامی ها آمدم. یعنی عید قربان مبارک و با برکت و با فضیلت و شرافت و کرامت میشود اگر نیکی ها انجام بدهیم. درست است. اگر در این روزی مبارک ما بی‌رحمی و بی‌پرواگی و غافلی و اینها کردیم، حالا روزی عید قربان به یک روزی نحس تبدیل می شود. به یک روزی مبارک نه، به یک روزی نحس در نتیجه عملهایی که انجام می دهیم. درست است. یعنی از فضیلتاش این است که روزگی پدر مادر به دست بیارد، کسی را رنجانده باشد عذرخواهی کند، روزگی اون رو به دست بیارد. چرا که روزگی پروردگار در قلب‌های بندگانش است. وقتی که این قلب‌ها راضی شدند پروردگار راضی می شود. در نتیجه روز عید قربان با برکت و مبارک با همه فضیلت و شرافتش برای انسان میسر و منور میشه. فلسفه قربان تقرب است، نزدیکی به پروردگار است. عمومی مسلمان باید نیتش همین باشه که خدا را راضی کند. نه نرخ را بالا برد، سوء استفاده از مقام که محتکر می شود در لعنت خدا گرفتار می شود. از این انبوه مردم سوء استفاده نکند و کسی را فریب ندهد. کسی را فریب میدهد در مکر پروردگار گرفتار می شود. البته خطاب ربانی خیلی آشکار و واضح است که در خاندان هر یک مسلمان باید نوشته شده باشد که ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون. هیچ وقت گمان نکند کسی در حق کسی، همسایه در حق همسایه، برادر در حق برادر، کسی در حق کسی ظلم میکند و خدا از علم غافل است. پس این عید که قربان است، نزدیک شوی به پروردگار است، مقام سوء استفاده را نمیخواهد. همه یک لخت باید کوشش کنند که خدا راضی باشد، تا جامعه آباد باشد، تا در خانه ها نور باشد، تا برکت از آسمان نازل شود. و فلسفه قربان همین است که از هیچ مقامه، از هیچ مال و منصبه، از هیچ جای انسان برای خودش سوء استفاده نکند. در کوشش کند که انسان همتای خودش را از پول و مال، از توانایی و قدرت، از مال و اموال، از گوشت بهره‌مند بسازد تا پروردگار را راضی کند. تشکر برای صحبت و پاسخ گفتم به سوال‌ها. بینندگان ارجمند یادآور می‌شویم که صحبت ما نیز بود راجع به برگزاری عید قربان و نماز عید و دیگر مسائلی که در روز عید قربان به انجام رسانیده می‌شود. اینجا برنامه ما به آخر می‌رسد. تا برنامه دیگر خوب و خوش می‌مانید.